راهن کبود با برگرد است گرم آتوشیشویلی پهلوان گرجی باشد. این در حال سر کتف کردن گرم بگذارین شکر محمد نیست آغاز کند. برای پهلوان ما فرصت نمیدهد که در حال سر کتف می نشیند. الکی هراس هم گرم دارد بعد از او شکست هموطنش هرچند که آذربایجان رو معرفی میکند. این گرم نیست کمی چشم هراسیده است. شکر آلایی کنه وزاری هدیه میکنند برای پهلوان گرجی. یک وزری رو برای قهرمان جانم فکر میکنم این وزری اونقدر شایسته نبود. دوباره شاید کمی شرسیمه شده باشد و شکر آرامانه گشتین رو ادامه میدهد. نوبت دیگر گریبانی رقیب را می‌دارد. گرم سوء استفاده از تجربه خود ببینید حتی از چنگال شکر دست می‌گریزاند. این معنای شیدو را دارد. نمیگیرد گوشتین گرم دوبار برای شیدو نشان نمیدهد. اکنون شیدو را نشان داد. این شیدو را میبایست بر وقت نشان میدادند. خب دوباره حجمه میشود. باز شکر محمد میر محمد برای هجوم کردن آماده است. ببینید دست و چنگال خوب میگیرد. اکنون باز گوشتین نمیگیرد گرم. چون این شکلی گوشتین گرفتن به یک قهرمان جهان و قدر زیبانده است. باز شکر بسیار هم اصول معروف خود را به کار بردنی است. اگر هم باشد فاصله را دور میگیرد میل به گوشتین گرفتن ندارد. الکی شیدوی دویم را باید برای او نشان دهند. خوب گوشتین میگیرد. بله دویم شیدو کجا است؟ داور مرکز الکی دویم شیدو را هم نشان دادن برای گرم. فقط هجوم باید کرد. شکر محمد میر محمدов دیگر حاجت برای جستن نیست اما احتیاط هم کرد. ببینید شکر محمد میر محمدов دوباره رقیب را از مرکزی میدان دور بردنی است. این قهرمان جهان تکیه به تجربه غنی خود میکند. شکر باشد بسیار هم خوب رقیب را کتف. ببینید خیلی فعال است. آفرین نمیگیرد گوشتین. آخرین قهرمان جهان در پهلوی شکر گوشتین گرفتنی نیست. داور مرکز خاموش است. من میدونم برای قهرمان جهان یک بار شیدوی سهم را دادن. این برای داور نیست مشکل است. ولادیمیر ایلچانینوف تربیه کرده است همین پهلوان تاجیک را. مربی شایسته روسیه و جمهوری تاجیکستان است. گرم توتاشویلی دوباره شکر هجوم های خود را انجام داد. اما متاسفانه بله بالاخره پهلوان ما به هر حال شایسته است. باور کنید هرچند این باخت است برای شکر محمد میر محمدov اما شکر محمد میر محمدov بر مقابل قهرمان جهان خوب درخشید. خوب بود کارش. اکنون دوستان عزیز امروز فقط ما نبرد پهلوانان تاجیک را دیدیم. به هر حال شکر محمد میر محمدov خوب درخشید تا جایی که در اینجا هجوم هم کرد و کمی به سراسیمگی هم را داد اما مهم نبرد خوب بود. ما در همینجا دوستان